سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. روزی ما سر میشد اپاچ دروی خواستم یک ولاگ تیار کنم. آخرش به من یعنی چخیل دکومنته بچه های گرفتم، چخیل یعنی صدیق به توغری کراسی کشه یعنی ویدیوی دوامی هم بخوش کنم. گفتم راستی کم کم ولاگ بسیار. من همینجا به یک تا سومکه لکه پاچته به تیار دینه دو تا سومکه میخواد کلانیش هم برده سپوریدم. امروز من یک تا می سحر روزی ابید تا ابید تیار کردم. خیلی کنی حال لباسا دیدیتان. حاضر من دیوان به یک تا پاکریوال زکاس کردم. والبریس باز یمن رفته گرفتیم. بیام گفتم خیلی کو خانه با آدم میبیاد. گفتم انداخته مونم یعنی بنورا کاغن اینی دیتسکی بود. ام به دو تا از پاکریوال زکاس کردم. پاکریوالی همین ایمینه همین دیوان بنیایو. جدا جدا از خیلی رفته گرفته میبینیم کنی چی خیل میشد. حاضر های اوسیال میکنم اینجا باشد در دفتر و روچکایی و خیلی کنم اینجا بکو فروختگی های چندم رزمیر چخیل این ترازوچه یعنی چند دیسکر رای میکنه که چخیل کو چند میشه چند کیلو میشه سومش من خواننده رجیستراسی میکنم سرازه پولش از تلفن پلاتین میکنم پاچته برای همین اینجا خیلی جایی و اینجا خانه وی مرشد مغازنی مرشد به قولی بچه که آیا اینجا مغازنی شما شد اینجا کو پاکیت پاچته کدام رزمیر آدم دو تا کرته گیرن و یک تا پاکیتی کلانتر یک تا گرم مایده تر با مول گرم با کلانترش خیلی انا میخیل از ما خیلی کوچه میریم یعنی این پاشتویه برای رای کنی. ما رسیدیم قریب پاشته خرید پاشته اما دو دام موسون دستی یوسف هم پاشته دستی منم یک سوم که از سپورده میبریم و بعد والبریس میریم. دو تا پاکریوال گرفتیم راستی تا که باران و ماندیم باران ساکتم تا باران خانه رویم پاچته به سپور اینجا گیر کارم این دست کار زیر اینترنت فقط از خیلی برده اندازیم چه میشه ماما سو بینگیرم پاکریوال کشاده انداختم بیاد کلانکی که درازکی نزدیک از این چی کشاده اینجاش هم محکم کنم میشد برای اینکه این دو قوته من رنگ دیوانم با و یعنی خیل شد من یعنی یک خیله یعنی حاضرش به یعنی میشد. سلام دوستان خوش آمدید به کانال من. روزی ما سر میشه به همین کوچه دوستان ما پیش شوهرم به بامسیم ابیتی بامسیم انا منجبه من اینجا به شوهرم کار کنم پیش که خانه ما امروز گفتم ابیت گرمکک برام گفتم امروز برای همین ابیت دادن آمسیم سیکسکی قطعی ابراهیم جان. ابراهیم جان کجا بامسید همونجا بامی پیش دادا بامی داداش پیش سر کردن ویدیو یک تا کامنتاری با جواب دیدم بعد یعنی درشه کارو باره من ویدیو گریم باز بعد ابیت دادن پای دکومنتی بچه ها میشم وقتی که من ویدیوی فرزندام خطیمون یعنی پرگول که برفتگیم ویدیو که رو پفته بودم یک از نویستیان که و شما بسیار خندیدید مثلا اگه شریکی شوهرتان بینن نموگاد میکی و زنی و یک خندیساست همه جای خندتان گرفته است گفتم من همونا با عطفیت میتیم خیلی چه گوام من مثلا من برای شریکای شوهرم زندگی نمیکنم یا برای یک کسی دیگه زندگی نمیکنم من برای خودم زندگی میکنم بچه من خورسم باشد من خورسم من اونجا باید خودم رو یک کلمه کنه یا نخندیدیم یا گاه نکنم من برابر بچه هم وقتی خندشندم میخندم وقتی گریشندم میگیم من میخوای آدم منش شرط نیه که یک کسی دیگه داند که من چخواه آدم منش به من بالانگی داند شکری خداوند خودش داند تمام من برای یک کسی دیگه زندگی نمیکنم مثلا گریم این من اینا این خیمگوان این من وی خیمگوان که نیه من برای خودم برای عائلم برای فرزندام زندگی میکنم. مثلا آدمی زاد برای خودش زندگی میکنه برای یک کسی دیگه نیه که آدم برای یک کسی دیگه زندگی میکرده که باشد الکی عصبش هم نماند این من ویا چیزی هم گوه این انتی کرنده کار این وای کرنده کار این تاجیکی ما همین من برای هیچ که زندگی نمیکنم من برای خودم زندگی میکنم برای فرزندام برای عائلم زندگی میکنم. من خیلی آدمی که من این کس این خیلی گفت که آدمی نیستم که من این کس این خیلی مگوید یا این خیلی نویست و خیلی نویست گفته خودم زیق کرده گیسته یا که این من این خیلی کار گفته خودم این خیلی زیق کرده آب و آدم میکرد که آدم نیراستی کرد و پروام منم بیاد من که چیزی هم مگوید چیزی مگوید برای همین گفتنی که من فقط برای خودم و برای عائلم و برای همین زندگی پیشروی زندگی میکنم تمام
من برای گپی مردم زندگی نمیکنم. این گپی مردم که زندگی کنی گوشکر زندگی کنی خانو درت خانو درم نمیشد. برای همین من پروایی یگان کسو ندارم. من کی چیزی هم گفت که بسیار میخندید یا بسیار گپ میزنید بسیار چیزی هم گفت. من الان استناکاب کار میکنم خیلی چیزا کاری مو برارم من. الان استناکاب نمیجا به نستراکی کنه که من شواری من راست که بیش خوم. یه پلان جا من استناک. تو من الان خد نمیدونم من 9 سال بعد اینجا به کار میکنم. من فکر کراپا ساختن فکر من اوپا کاپا میکنم. همسرم من الان میخوام چیزا کاری میبرارم کو. استناکای من همش همین نستراک کرنده کار من همش تکنیکه کو. خدا من نمیدونم من گردای نتایج پتالاکنده اینجا کو همه کمپانی انده همه چیزش میبراره. اینا الان میساشنده کار میکنه زنه میکشن نتایج پتالاکا. فکر کراپا کرا همه اوپا کاپا کرا میمونم. هر نمودشم برارم من این گردای پتالاکا. من بعد از ابید دادن ما یعنی میت کمیسیه رفتیم دکتر گذریبه همراهی ابراهیم جان. اینا اول گفتم مراج نمیخورم و درام رفتیم. در آمدیم فیکسپرس کمتر مایده چویده گرفتیم. موضوع میریم یعنی میت کمیسیه گذریبه. شکر خدا امروز روزی یعنی خورسند شدم. ما وید نجیتلستی بچه ها گرفتیم. یک چند روز شد راست دیگه وقتم نبود که ویدیو کنم. بسیار پرسیدن روزی 10 ایون یعنی وید نجیتلستیشون تیار شدگی من آمد فیمیسته رفتیم گرفتیم. نشنی محمد یوسف اینش یعنی ابراهیم جان. پاسپورت گرفتیم. من گرفتم پلیس страховка گرفتم الکی. چرا گرفتم страховка پلیس برای دکتر. این یعنی времени داد. بعد یک ماه یعنی ارگینالش تیار میشه. یک روز به نوشته میتیاد. من گرفتم. برای چی من یعنی صادقه گفته بودم دیگه یعنی وای نکردم. دیگه ویدیو نکردم برای اینکه من اون страховка ما نبود. دکتر میتکمیسی گفت که بی پرابلم میگذاری. گفتو صادق قبول نمیکند برای اون که گفت بی همین بچه تو تمپراتور کند صادق با گفت ما سراز اسکارچیق میزنیم باید همین چیز داشته باشی. اگر این نباشد گفت ما قبول کر نمیتونیم. یعنی صادقی دولتی برای همین من همین واشن وینجیتلس واشن پایداشتی بودم. شکر خدا برآمد. من میت کمیسیه و میگذاریم حاضر خدا خواهد. من پلیس هم گرفتم 1 ساعت انده یعنی گرفتم 15 دقیقه انده نوشته داد. آچورتش هم نوشته یا برای هر دوش به محمد یوسف که ابراهیم گرفتم. گفت بعد یک ماه تلفنات به اسمس بیاد اومده ارگینالش گیر من پیش خانه خودمون نزدیک خودمون بود. از رفته کو ابراهیم جان میت کمیسیه و آچورت به مانده گذرانده. خدا خواهد هفته نو نصیب صادق میشد ان شاء الله. در وی ما گرداکچی ما دام کلتور امروز و یارمارکچی شده است. انا ما حاضر میجوید میت کمیسیه پشتمون دام به میت کمیسیه گذاشتن بمیریم. محمد یوسف راستی ناماد و خانم خودش میشیند. خیلی چقدر گم ما نزدیکک بودم با تلفن کرده میستم گفت هوا گرم نمیره. من تلویزیون دیدم میشنم گفت شما روید ابراهیم که به ملال بید. من از این برآمدیم اکو ابید داده میریم یعنی دکتر گذریبه. مثلا اگر وید نجیتلست و آنامی شهرتان که باشد برای страховка گرفتن پاسپورت و همین سینیلس و همین چیزای شهرتان در کار میشد. از نام خودتان گرفته باشند مثلا پاسپورت شما لازم میشد. از این به پاسپورت من لازم نشد تماما برای اینکه آنامی پدرشان ها وید نجیتلست گرفتگی. من آمدیم پلیکلینیکا به خاطر همچین جکتیت که پلیکلینیکا. من ما دکتر برآمدیم آچرات گرفتیم پگه ساعتی آنو تا 11 باید بیم. یعنی همه واهاش تیار بود کارت هاش همین پلیس کلیه کرد تمام کاپیشه یعنی دکومنت به کم بار کو کارت کشودیم لیرسیه به دکتر با مو بردیم ما فقط یعنی پلاتنی به اکو یعنی بیملال شد همین پلیس هاشون که ما اینجا با مشروط کش داد کرشتیم. من پشت فایزا یعنی کوچی ما اینجا اند ماستای تکی ماسک گذاری هم اشتو گفتم خیلی بیا اتوبوس گرفتیم بچی مایده که هوای باید و هوای ما نگاه کنید. راستی دو روز هوای ما چونان گرم شد که نفس کشیده نمیشد. همین شهر نوسیبیرس بارانگری بسیار از سبب این بارانگری هوا گرم شد زمین بخش شده نفس کشیده نمیشه. به حد یعنی هوا گرم شد هواش وزمین میشه.
با من امروز شکر خدا دینه ها باران و با شبات یک با نفس آدمیزاد راستی گفت گرمی بم طاقتش نیه خونکی بم طاقتش نیه اونم اینجا و اصلا رای پاییز به یک دم همین پاییز گذشته میسته بار کشانی و آدم و نمیخیر اگه آمدم یه کمیسیای گذرانی میکنم یک دو سه روز دوام میکنه که برای که چند تا کابینت بمیدرایم خیلی دوام تیات گذاریم انشالله هفته نو نیتم که ابراهیم جان صادق منم راستیگه به حد تویگری بسیار ماهی همه ایولنده توی بمیریم خدا خدای توی بسیاری همین ما با کرتا فروشی همش راستیگه کرتا همش خدا خدا ترکیه زکاسگیری همش میبیاد درمی بعدی دهم 15 ماه همش آمده میرسد کرتا فروشی سر میکنیم انشالله خیلی کی به چیزی در کار یاردم کنیم انشالله انا من دکومنت و یاش انا من مسئله دکومنت همین اگر کو همین هم تو بیشنی پاسپورتتان باشد و دکومنتتان باشد گر نباشد پرپیسکتان باشد شما میتونید آچرد مانده صادقه پیتیافکش گرفتن گرید گرفته وقتی که شما به استراخافکم پرسد استراخافکی پول که کرده میداد است 8000 من بهم گفت 8000 بکره که هم گفت داخل از سببی اینکه بچه من تیار بودم من به چیزی در کار 8000 گرفتم آدمی که مجبور هستند خود نیست است دکومنتشون گرفته کنه میشه درسته که اولش باید دکومنت به اهمیتیم دکومنت ها به اهمیتیم به حد وای بود است دشوار ما هم اولا دکومنت به اهمیت نمیدادیم گفتیم کار کنیم رویم میخوایم اینجا بنویسیم بعد تامین رفتم ابراهیم جان انده تولد کنی به رفتم تاجیکستان بیو دیگه نمیامدگی بودم همین آمدن که رفتم خیلی دیدم گفتم بیا همونجا به وای میکشم برای همین دخترها یاد دادن یگانته جا کشاده دخترکا به یاد میکنن مسئله پخت و پزه بعد گرفتم یک تا جای که ده گوار کردیم و آرینده و اونجا نلاگ خیلی کاری دقت کرد که بعد گفتم نکشاده جلکه فهمیدم که موقع گپو کارشه بعد تولد کردم اومدم بعد دپای دکومنت شدیم برای همه من حالی هم به وقت آدمایی که پرپیسکه داشتن فقط یا که نیتی همین جند حال زندگی کردن داشته باشتن باید دکومنت کنیدن من اول برای سیتا نمیتونم رنی پدناسچه گرفتم سیتا نبارشه سی کرپکه سکاسکریک بودم آمد من گرفتم ازی ولی نکشادم راستگه بخواه خانه رفته میکشم که درونش چی خیر پاکافکه همش شروع سلام دوستان خوش آمدید به کانال من روزی ما سمت دهمی روزی بارانی راستی که به یک هفته اضافه شد که ما با باران آرام نمیگیرد دیگه یک آفتابک شد خرسان شدیم که آفتاب شد با من امروز باران امروز گفتم یک کارو باران بود کوچه با خیلی نشد از سبب باران خیلی چخیم باید باران با کوچه با برای همین امروز روزی من یک کخنی با فکرم نان میپزم یک چی نیمچی میپزم خیلی چکار کنم دیگه خانه با کارم نیست همه جای بار کرده بودم دینه بچه ها بازی شورم کار دیگه تلویزور بینیم خوش نمیتیاد دیگه کارم نه خوش نمیتیاد گفتم بیا امروز یک چی نیمچی میپزم برای همین امروز همراه یک چی نیمچی میپزیم امروز یک روزی بارانی خیلی میبینیم خانوبه چی کار میکنیم یا کنید باران یک روز خشکی زمینی ما شکر خدا خیلی بعضی ها میگن طرفی ما گرم بعضی ها میگن خنک بعضی ها میگن باران ما نکی من یک هفته ایسون باران من همین دین رجدنی یوسف هم بود نشان داده بودم که باران بود اول پیش باز علاقه باران من 10 روز میشه قریب سهر ساعتی ما علاقه از 11 من علتی شیربه یک پچکا مسئله میکنم یعنی شفری من نانی غفص نمیخورن یعنی ملایمه بولیشکه بای نمیخورن نانی یعنی روغنداری یعنی پیرک کم میکنن تونوک کم میکنن برای همین من فقط شیر و روغن خمیر میکنم من شیر گرفتم از کمتر گرم میشه بعد مسئله میانزم من خمیر کردم ماندم گفتم یک تا تارتی یعنی میدوی تیار کنم بچه ها ناز میخورد گرفتم من شکر و مسئله و اصلا آب میکنیم بالی گاز به هاور که راسته گرفته نشد از مسئله و من شکر رو یعنی اصل آب شد ساده همراه میکنیم و هاورش من ساده اندازه چقدر ریاکسیه میکنم نه یعنی پختوپزی خانگینده های کانال های پختوپزی خانگینده ویدیو شاید
محصولات بالای گازیش تیار شد. کمتر ایستاد، یعنی 5-10 دقیقه ایستاد. بعد تخم همراه میکنیم برای اینکه این گرم کمتر، یعنی حورش برود. بعد تخم همراه میکنیم. من میخوام شود باید رنگش میخوام شود خوشرو میشد کارجاش. من شیر و مساله و نمک گرفتم، از دراش همراه کرده، یعنی خمیری سخت کک تیار میکنم. 1 لیتر اضافه بود شیر. من 14 تخم همراه کردم، خوش رو لب میزنیم یخیل محصولات شود. مثلا آردش همراه میکنیم. الکی راستی که من به خودم چشمم به معلوم که چقدر آرد مبره و چقدر چیزی هم بره و راستی الکی من به خودش معلوم. ریسپت با پوره مو کانال پختبال به دارایی همیشه نوشتگی تگی ویدیو با من خمیره میداوی نه تونوکره پخته میگیرم. نمیتر باید تونوکک شود کاجاش رو میگیرم. اینجا باید پیتزا تیار کنم. پیتزا به چیزی گرفتم، مثل سمیتانه ماندگی، خلادیلنیکو، کمتر روغن، دراج، نمک، نمین، یعنی خمیرش زیر، یعنی خمیر میکنم. من آچی همه کارم گفت که همه کارش نیم کارا نشود تو زود. من اینجا خمیر پیتزا کردم آدم اینجا بچه با تخم بخسیم. اینجا من کریم تیار کردم، کریم شانتیپاک برای تارت. اون طرف خمیر استفاده است، از کریم تارت میکنم. راست دیگه همین راست گفتم بیا گفتم یک چی نیمچی پزم با یک کوخنی دارم 7 سالم میبیاد که یک چی نیمچی تیار کنم. این کریم شانتیپاک امروز خواستم میداوی کریم شانتیپاک تیار کنم. من الکی زدم از کریم میکنم تا یعنی دم گیتنی خمیری نانمو بعد خمیری نان یعنی پیتزا میکنم. می کارشوی یعنی کریم میکنم. من کارش چند تا پختم 7 دانه شد. من کریم همون کریمی یعنی شانتیپاک راستی کم کم یعنی کارم ویدیو کراسیم. من تورت کریم کردم من تورت کریم کردم شانتیپاکی کو کروشکا میکنم. من تورت تیار با حرکت کنی راستی با کارت یعنی میشه. من زمینه یعنی کروشکا کردم میمونم خلادیلنیک با من نگاه کنید بدیو ماش چقدر اومد. تورت تیار شد یعنی کو خلادیلنیک میمونم. راستی همینجوری خوشو کروشکا کردیم نه. من کم کم کروشکا پشتم. من همین طرف شد نمودش. رزه پخته پزی من پیتزا پختم. خمیرش ملایمک اومد. من ابراهیم جان طاقت نکرده راستی تورت ریزه کردم ولی قبل ملایم شدگی نه. من داخلش چقدر اومد خودش برید. من برفتم میگه کاجو کلیم زاد روز مبارک گفته باید به تورش برید. من درونش ولی چقدر ملایم آمدگی نه. من نانوی پخته گرفتگی من الکی یعنی پاکت بگرفتم. من بود یعنی امروزه پخته پزی من تا بگه نمیم با دخترها که تلفن که چق کشته فروشی نمین که روز بگه شد دخترها.